استاد یک سوالم همیشه بود. دکومنتام حجتام به universitet های سعودی عربیه سپاریدم. من قبول کردم دو universitet، یکتاش مجمع universitet، دویمش القرا. بعد دل و خواهش من همیشه بود که مدینه به رفته خواندن. پدر مادر اول راضی شدن، منم میره گفتم، بعد نه گفتم. انا از برای این سبب من نرفتم. اگر سلیجی گفت اگر با هم سپرم انی مدینه منوره قبول کند به راضی پدر و مادر، من رفته میتونم یا نه؟ نیکی به پدر و مادر فرض عین است و طلب علم گاه ها اصل، یعنی در طلب علم فرض کفایه هست. یعنی از اون شهری که شما زندگی می‌کنید یک نفر اگر طلب علم کند از دیگرها گناه ساقط میشد. لیکن در این زمانه خاصتا وقتی قبول شدید و نرفتید بسیار مصیبت است. قبول شدن به دانشگاه خودش یک امری مشکل است، لیکن قبول شده با نرفتن اینم یک مصیبت است. امکان باشد روید، حالی هم باشد. مگم بیچاره پدر و مادر گاه ها از ترسشان اجازت نمیدین. میخواه از بد دیدن شریعت یا از بد دیدن علم های شریعت نیو از ترسی، یعنی این راهی خطرناک است و راهی پرمشقت است. یک سال در دانشگاه اسلامی مدینه منوره هر سال حفلی تخرج می شود، یعنی احتفالی ختم کنندگان. بعد همونجا علامه محمد امین شنقیطی آن وقت زنده بودند، در همون زمانه های اولی افتتاح جامعه برآمد میکنن، میگن که ای طالب علم، شما از نو دانشگاه را تمام کردید، شما را راه های پرمشقت منتظر است. راه های پر از خار، راه های پر از چخوری و پر از چاه و پر از مشکلی ها. مقصد صبر کنید، استوار استید، به بلاها صبر کنید، مشقت ها را برداشت کنید. گفته خلاصه نصیحت میکنن، میشینن. بعد از آن به یک استاد دیگر از عراق بود، به او سخن داده میشد. او برآمده ضد شیخ محمد امین شنقیطی برآمده، سقاف بود نامش، الله علم. علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه نقل کردن. اون آدم برآمده میگفت که ای طالب علم، تمام امت اسلام شما را با گل و گلدسته ها پیشواز میگیرد. شما در بهترین راه هستید، راه شما راه آسان است. همین خیلی گپا عیناً ضد سخنی شیخ محمد امین شنقیطی. بعد محمد امین شنقیطی دویوم مراتب میکروفون گرفته برآمد میکنن و میگن که اگر آن چیزی که استاد سقاف میگوید راست باشد، یا مراتب به مسقط رأسش، یا مراتب به جایی که تولد شده است، عراقی بود آدم، به جایی که تولد شده است یا با روچی بینیم چی میشد حالتش. یعنی حکمش قتل بود در عراق زمانی صدام حسین. حکمش قتل بود. کنه یا با رواد به شهر خودش، میگن اگر گپش راست باشد. واقعا این راهی پرمشقت است، راهی عذاب است. برای این یعنی استواری لازم است. بسیار آدم ها از نیمی راه میگشتن، یا حتی دانشگاه تمام کردن هم این معنای آن ندارد که شما تمام موفق شدید. تا به قول امام احمد متى الراحه، ای امام احمد کی راحت است؟ گفتن که همون وقتی که اولین قدممون رو به جنت گذارم. گفتن اولین قدم که موندید دویمش حتما میمونید انشاءالله. این خیلی نیست که آدم یکم قدم مونده گشته برآورده شود از جنت، نیست. یعنی که می اولین قدمم که به جنت موندم بعد راحت است. گفتن یعنی تا آخرین لحظه ها خواندن، نوشتن، یعنی در راه دین استوار ماندن راهی مشقت است. الله تعالی خودش استوار گرداند و خودش با خاتمه نیک از این دنیا وفات کردن را نصیب روزی گرداند. بنابراین پدر و مادرها گاه ها مشکلی های طالب علمی و آخر اگر موفق شوید و عالم شوید و
مشکلی هاش بسیار است، چقدر عالمه ها کشته شدن. این چیزای فکر کرده گاه ها پدر و مادرها راضی نمیشن. به هر حال راضی کنید، کوشش کنید. اکن راضی نکردن هم خوب نیست. شیخ شنقیطی استاد ما میگفتن که اکن اون وقتها فرض کفایه بود. مقصد بعضی آدما بیرازگی پدر و مادرش آمدگی از همینجا فتنه گران میره به شهرش، به جای اینکه علم گران رود، هدایت گران رود، راهنمایی گران رود، یه آدمی فتنه‌گر شده میره به شهرش. فتنه‌گر، بلا، فتنه. یکی از طالب علم ها روزی که تمام میکند، ما زمانی که مثال مدینه میخوندیم، حالا اگر روید اگر بیریشا هست در دانشگاه ها، در زمان ما ریشه قیچی میزدگی نبود. طالب علم دانشگاه یک سیمای خاص داشت که حتی در بیرون، در مکه، در کجای سعودی اگر در مملکت بینید میگوید که تو طالبی دانشگاهی مدینه هستی، گوید همه گفت. یک سیمایی مخصوص داشت، یعنی ریشاش نرسیدگی هم خیلی آدم بود. وقتی که تمام میکند دانشگاه، ریشاش تمیه تراشد در داخل یک کنورت میماند ریشاش او و نزد مدیری جامعه، مدیری دانشگاه ریشه در آورده میاد که هذه بضاعتکم ردت الیکم، این مال شما به خودتان برگردانیده شد. تمام کرد، دیپلمای میگیره، ریشای تراشته در داخل کنورت کرده، برده به مدیری دانشگاه داده است که من این مالاتونو گریتان افته. نعوذ بالله. گاه ها استادمون میفتن که سبب همین خیل آدم ها، یعنی گاه ها پدر و مادرش ناراضی کرده اومدگی، رنجانیده اومدگی، بعد میبیاد فتنه و گرفتار میشد. در راه طالب علمی هم همه وقت طالب علم ماشاءالله موفق نیست. كان ابو سلمة يمار ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. ابو سلمه با ابن عباس مناقشه میکرد. ابو سلمه پسری عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف 10 یاری بهشتی، پسرش ابو سلمه. حالا میگن که همین ابو سلمه مادرش همون بنی قریظه کنیزکاش میگن. همین ابو سلمه با ابن عباس مجادله میکرد، سپار میکرد. استاد که طالب علم بود، مثلا درس خوانده اومدگی، پگینه درس چی است؟ از کتابای کلان کلان خلافای خوانده دیده میبیاد. بعد استاد که مناقشه میونه، استاد در نزد طلبه ها شرمنده میکرد. از استاد زور در همین مسئله یا سوالای دشوار آماده کرده اومدگی با مقصدی شرمنده کردن استاد. این خیلی آدم ها موفق نمیشد. یا دعای بعد یا یک خودی دعای بعد نکندم، به همین نیتی گندش، به همین اذیتش، به همین نیتی در نزد طالب علم خودش خوش رو نشان دادن، همین که گمراه میشه دادم. چقدر این خیلی آدم های دیدیم الله تعالی برایشان فهمی خوب داده است، ذهنی بهترین داده است، لیکن و در کبر و در غرور و در تحقیر دیگرهای و بی‌آدابی با استادها استفاده کرده هیچ علم نگرفتن. و کان ابو سلمة یمار ابن عباس، ابو سلمه با ابن عباس مناقشه میکرد. فحرم بذلك علما كثيرا، به سبب همین مناقشه هاش از علم بسیار محروم شد. طالب علم یکی اگه شما طالب علم باشید تمام شما آدمی بهترین نیستید. باید عمل کنید، نه پدر و مادر رو رنجانید، نه استاد رو رنجانید، نه طالب علم ها یار و دوستان. باید سخاوت و کرامت و معامله زیبا از همین روز در شما علکی باشد. با کوچنگی کارگرها، با آدمها معامله نیک. بعد الله تعالی علم میدهد. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم با عمل به علاقه برآمد. یعنی علم به عملتون نگاه میکنه، اگر دید که عمل هست میشود علم داده میشد، عمل که نیست علم گرفته میشد. و علمی آدم بسیار وقتا میشد که برای خودش وبال میشد، بلا میشه، یا مفتی میشد. فرض کردیم دانشگاه تمام کردید، رساله ماجستری نویسید، دکتری نویسید، دکتر شدید، او مرتبه های بلند علم برسیدید، ناگاه به فتنه سلطان گرفتار میشید. هر حدیث های وافته میبید، فتواهای وافته میدید، سلطان راضی کنه افته به آتش دوزخ میرید.
یعنی فقط طالب علم شدن و حفظ قرآن کردن، به رساله دکتری رسیدن، به مرتبه بلند و وظیفه ها رسیدن، این معنی اون نداره که شما موفق شده. همون وقت شما موفق هستید که اولین قدمتون به جنت گذاشتید. الله تعالی موفق گردونه. به هر حال دعا میکنید از الله تعالی یاری. ما همیشه به الله تعالی محتاج هستیم. یگان میجه زدن از الله تعالی به حاجت نیستیم. نه طالب علم، نه پولدار، نه بنده، عموما یگان کس. همه بنده ها یه مقدار همین میجه زدن از الله تعالی به حاجت نیستیم. همیشه باید دعا کنیم در همه کارما. این کارما کنیم تمام، ما به حاجت. و بعضی آدما میگن که یک همین فرزندم ما همینش هم خانه‌دار کنم دیگه تمام، یا فلان کار کنم دیگه تمام. نه، ما همیشه به الله تعالی محتاج هستیم. شما حالی دعا میکنید که الله تعالی به قلب پدر و مادرتان روشنی اندازد تا اینکه اجازت دهد. دعا میکنید که صحت سلامت رفته قبول شده دوام خوانید. دعا میکنید که تمام کنید. دعا میکنید که درس نمیفهمید. دعا میکنید که از امتحان گذارید. بعد دعا میکنید که این علم عمل کرده توانید. دعا میکنید که رسانید. دعا میکنید که مردم الله تعالی به سبب شما هدایت کند. همیشه دعا، همیشه ما محتاج. آسان نیست برادر. الله موفق کند.